30,000 شیبا هدیه بگیر. فقط با احراز هویت تو صرافی اکسکونا دوستات رو دعوت کن و شیبا هدیه بگیر. تو جشنواره بهاری صرافی اکسکونا اگر دوستانت با کد معرف تو ثبت نام کنند، هم تو و هم دوستت 30,000 شیبا هدیه میگیرید. از طریق کلیک کردن بر لینک موجود در توضیحات ویدیو و نظرات به صفحه ثبت نام صرافی وارد شوید. در صفحه ثبت نام باز شده، باید یا از طریق شماره موبایل متعلق به خودتون و یا از طریق آدرس ایمیلتون ثبت نام کنید. برای رمز عبور نیز یک رمز قوی انتخاب کنید که شامل اعداد، حروف بزرگ و کوچک و علائمی همانند علامت هشتگ دلار، ستاره و یا علائم دیگر باشه. و در نهایت کد امنیتی رو مطابق با آنچه بینید وارد کنید. یادتون نره برای اینکه پاداش جشنواره بهتون تعلق بگیره، حتما کد دعوت پر شده باشه و خالی نباشه، چون باید از طریق کد دعوت یک شخص دیگر ثبت نام و احراز هویت کنید تا بهتون 30,000 شیبا تعلق بگیره. همچنین تیک موافقت با قوانین اکسکوینو رو یادتون نره که باید بزنید، سپس ادامه رو بزنید تا صرافی به شماره موبایل یا ایمیلی که دادید کد تایید رو ارسال کنه. شما باید این کد رو در قسمت مشخص شده‌ای که براتون میاره وارد کنید تا وارد صفحه داشبورد صرافی بشید. اینجا شما باید گزینه تکمیل احراز هویت رو بزنید تا با پر کردن اطلاعات تماس و فردی احراز هویت پای شما انجام بشه. اطلاعات تماس شامل شماره موبایل، شماره تلفن و ایمیلتون میشه که باید آنها را مطابق با کدی که براتون به موبایل و ایمیلتون فرستاده میشه تایید کنید. اطلاعات فردی هم شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی و تاریخ تولدتون است که پس از تکمیل آنها توسط خود صرافی تایید خواهد شد. برای تعلق گرفتن پاداش جشنواره صرافی اکسکوینو، تکمیل اطلاعات تماس و فردی کافی است و نیازی به ارسال سلفی برای شناسایی هویت نیست. اما اگر تمایل داشتید که در این صرافی به انجام معاملات ارز دیجیتال بپردازید، می توانید مرحله آخر احراز هویت را نیز انجام دهید. برای دسترسی به لینک دعوت و کد دعوت خود باید به داشبورد صرافی اکسکوینو برید و اونجا می توانید لینک یا کد دعوت خود را کپی کرده و از طریق آن دوستان خود را به صرافی دعوت کنید تا با ثبت و احراز هویت آنها پاداش خود را تا اتمام جشنواره به ازای تعداد افرادی که دعوت می کنید افزایش دهید.